وقتی رئیس جمهور انسان میشه مسئولیت از او به اندازه مقام از او بالایه. وقتی مقامی و بالایه مسئولیتی هم بالایه. هایی که به خاک خون کشیده میشن چه جرمی دارن؟ چه جرمی کردن؟ جرم اینا چیه؟ این همه جرم به دامن رئیس جمهور برمیگرده، به بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی شخص رئیس جمهور. بناهن چرا فرمان صادر نمیکنه و روزی الله فرمان بر رئیس جمهور خواهد داد که به حال رئیس جمهور هیچ فایده نخواهد بخشید. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شبها در مدینه میگشتن، شبها در مدینه سیر میکردن، نگاه میکردن چی کسی گرسنه، چی کسی مورد ظلم، تعدی، تجاوز، چی کسی در این شهر آیا کسی ظلم نکنه، رعیت حضرت عمر به تکلیف نباشه. حضرت عمر آمدن در یکی از کوچه ها عبور میکردن، صدای شنیدن که یک زن ناله میکنه، الله الله. حضرت عمر گوش گذاشتن و بالاخره متوجه شدن که یک زن مسافر از راه دور آمده در مدینه منوره و این زن در حالت وضع حمله، مایه طفل در دنیا بیاره. حضرت عمر فوراً برگشتن آمدن به خانه، کنیز خور نبردن، خدمی خور نبردن، به اصطلاح امروزی نوکر و مزدور خور نبردن، برای همسر خو گفتن برخیز بلند شو، آنچه که از او ادویه و دوایی که در این راستا لازمه بردار. حضرت عمر خود همسر خود دست همسر خود گرفته آوردن، مرد صدا کردن گفتن تو بیا بیرون از زیر این خیمه یا خانه، این کار زنهایه. زن گفتن تو داخل شو برو. حضرت عمر با بیرون از خیمه با این مرد مسافر قسم میکنن، مرد نمیشناسه امیرالمؤمنین هست. حضرت عمر که میگیم ای عمر جان ما فدای تو، که دنیا عاشق عدالت تو هست، دنیا شیفته عدالت تو شده، کفار امروز به حکمت و نظام تو کتاب می نویسن که مثل عمر دیگه در دنیا نیامده. حضرت عمر نشسته بودن، لحظه طفل به دنیا آمد. همسر حضرت عمر اگرچه همسری بود باز هم مخاطب به امیرالمؤمنین میکرد. همسر حضرت عمر از خیمه سر بیرون کرد، گفت یا امیرالمؤمنین به این مرد مژده بدهید خدا برای شما طفل داده. وقتی که این مرد شنید صدایی که به امیرالمؤمنین بگویید خود انداخت به دست پای حضرت عمر، گفت فدای تو شم ای امیرالمؤمنین، تو هستی به دروازه این خیمه غریبانه ما، تو هستی و این همسر تو هست. این رو میگن حاکم، این رو میگن پادشاه، این رو میگن کسی که نظام سیاسی قرآنی رو به دست داره. حضرت عمر چنین حالتی داشتن، از رعیت خود چنین با خبر بودن. حضرت عمر به سادگی حضرت عمر نشدن. اولیای خدا به سادگی اولیاء نمیشن، زحمت میکشن، رنج میبرن، مشکلات مشقت رو تحمل میکنن. حضرت عمر رضی الله تعالی، مگر حضرت عمر نمیدانستن که اینها از جمله عشره مبشره؟ خیلی هم میدانستن. من و تو امروز میدانیم که حضرت عمر از جمله عشره مبشره، از جمله 10 یار بهشتیه. حضرت عمر چی مقامی داره، چی منزلت داره، مگر حضرت عمر خودی نمیدانست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر میگن ای عمر به کوچه‌ای که تو روان بشی دیگه شیطان از کوچه عبور نمیکنه.